سلام، من مهشادم و تو این جلسه میخوایم تمدید کردن لامینت به اضافه طراحی ماربل و ورق طلا رو کار بکنیم. اول از همه مواد قبلی و لاکشل قبلیمون رو میتراشیم. باچه سرسوانی، سرسوان ولکانو نوار قرمز خیلی مناسب ریموو کردن هستش. ریموو کردن یه نکته اساسی که داره اینه که فشار دست شما کنترل شده باشه و کاملا فشار دستتون صفر باشه، برای اینکه سرسوهانتون روی خود ناخن طبیعی هیچ ردی نندازه و ناخن طبیعی رو آسیب نزنه. به زاویه هایی که فرز من با خود ناخن طبیعی میسازه دقت بکنید. انگشت تکیه‌گاه حتما باید سر جای خودش باشه. بالشتک ناخنش رو میزنم عقب، قسمت کناره های لاکشل رو پاک میکنم و همینجوری به سمت وسط ناخن ادامه میدم. فرز من از سمت ریشه به سمت لبه آزاد ناخن حرکت میکنه و حرکتی که داره به صورت رفت و برگشت نیست و فقط به صورت رفت حرکت میکنه. با قسمت سر فرز شروع میکنیم به پاک کردن ریشه هامون تا خط ترمیم رو هم بتونیم پاک کنیم و بعد برای کناره این طرف ناخنمون زاویه دست رو تغییر میدیم. فرز شما به هیچ عنوان روی ناخن طبیعی کشیده نمیشه و هیچ ردی روی ناخن نمیندازه. فقط صرفاً باید لاکشل و موادی که دارید رو پاک بکنید و حجمش رو کم بکنید بدون اینکه ناخن طبیعی مراجعه کننده بسوزه یا داغ بشه یا استکاکی با خود فرز ایجاد کنه. یکی از دلایل خیلی مهمی که باعث لیفت و بلند شدن مواد از روی ناخن ما میشه توی همین مرحله ریموو کردنه. خیلی از بچه‌ها، خیلی از هنرجوها که روی فشار دستشون تسلط کافی ندارن، روی فرزشون تسلط کافی ندارن، خیلی زیاد مرحله ریموو رو انجام میدن، ناخن رو میسوزونن، داغ میشه یا حتی خون مردگی ایجاد میشه و ناخن طبیعی رو نازکش میکنن. بعد از اون شما هر چقدرم که کیفیت مواد خوبی داشته باشید و مواد گذاری خوبی داشته باشید، هر نوع موادی که روی این ناخن بذاری، ناخنی که نازک شده لیفت میده و بلند میشه یا حتی میشکنه. یعنی یکی از مهمترین دلایل این که موندگاری ندارن خیلی از بچه‌ها همین مرحله ریموو کردن. نکته بعدی مرحله ریموو کردن هواگیری هستش. تو قسمت هواگیری ما میایم موادی که از روی ناخن ما بلند شده یا به هر دلیلی از روی ناخن ما جدا شده یا ناخنی که ترک خورده و مواد شکسته، هر اتفاقی که افتاده، موادی که دیگه قابل نگه داشتن روی ناخن نیست رو با فرز از روی ناخن بلند میکنیم و موادی که هنوز روی ناخن چسبیده و موادی که روی ناخن فیکس هست رو سطحش رو صاف میکنیم با ناخنمون تا بتونیم مواد گذاری مجددمون رو انجام بدیم. دقت داشته باشید تو این مرحله سطح ناخن ما ناهمواری روش ایجاد نشه. یعنی یه قسمتی از ناخن ما یه عالم مواد نداشته باشه و یه قسمتیش کاملا موادش برداشته شده باشه که بعداً توی مواد گذاری به مشکل میخورید. مرحله بعد از ریموو کردنمون مانیکور کردنه. پوستی که ما داریم روش کار میکنیم پوست بسیار خشک و بسیار نازکی هستش و همونجور که میبینید کوتیکول هایی بسیار چسبنده ای هم داره. برای اینجور پوست رو از عقب زنی استفاده میکنیم که سر نازکی داشته باشه که بتونه راحت تر پوستمون رو از روی ناخن جدا بکنه. اینجور پوستایی که کوتیکول های چسبنده ای دارن نیاز دارن که خیلی با آرامش و صبورانه شروع کنیم به باز کردن پوست. الان انگشت شست رو اگر دقت بکنید هر جایی که من عقب زنم رو میذارم یه گیری داره و نمیذاره که راحت من کارمو انجام بدم. به خاطر همین خیلی کم کم کوچیک و میلی به میلی پیش میرم تا آروم آروم کل دور تا دور پوست من باز بشه. بعدش میرم سراغ فرز مانیکور، فرز اشکی شنی نوار قرمز که کوتیکول رو از روی ناخن بلندش کنم که راحت تر بتونم مرحله کاتم رو انجام بدم. لطفاً از هر دو طرف دور موتور استفاده کنید. چپگرد و راستگرد رو حتما دقت کنید که بتونید راحت تر بدون خونریزی پوست رو بازش کنید.
تو این مرحله هم به هیچ عنوان سر فرز شما نباید روی ناخن کشیده بشه که گودی هایی روی ناخن ایجاد بکنه. دور موتورم رو عوض میکنم، اون سمت ناخن رو باز میکنم، پوستش رو، و همینجوری ادامه میدم. بریم سراغ مرحله کات کردن. شما اگر که مرحله عقب زدن و باز کردن پوست رو درست انجام داده باشید، خیلی راحت اون قسمتی که باید کات بشه خودش رو به شما نشون میده. یه پوست کم رنگ تر از پوست خودتونه و یه جورایی پوست مرده حساب میشه. ما با قیچی مانیکور اینجا داریم کار میکنیم و نکته‌ای که بعد بهتون بگم، عمود بودن تیغه های قیچی به پوست هستش. یعنی زاویه تیغه قیچی رو به صورت عمود روی پوست قرار میدید. یکی از تیغه ها زیر پوست و یکی روی پوست رو کات میکنه تا اینکه کاملا پوست کات بشه. نکته بعدی این که شما باید از سینوس تا سینوس رو کات بکنید. اینکه بیاید دور تا دور ناخن، یعنی از جایی که بالشتک ها هستن شما کات رو انجام بدین، اشتباهه و بعداً موجب پوست شدن دور ناخنش میشه. از سینوس تا سینوس حق دارید که کوتیکول اضافه رو کات بکنید و بقیهش اگر جایی اضافه داشت یا میخواستید پوست رو صیقلی کنید با فرزتون انجام میدید. یه سوهان نازک 180 برمی‌داریم، چون که داریم ناخن‌های طبیعی رو سوهان می‌کشیم و حالا هر فرمی که مراجعه کننده میخواد بهش میدیم. ما اینجا میخوایم فرم مربعی که هست رو تبدیل به فرم گرد یا همون مربع نرم کنیم، چون که ناخن‌هایی که دارن بسیار لوله‌ای هستش و بعد از اینکه 1-2 هفته از ترمیمشون میگذره شروع میکنه به لوله شدن زیر ناخن و اذیتشون میکنه. اول از همه سوهانمون رو به صورت زاویه دار زیر ناخن میذاریم و سوهان میکشیم و بعدا دور تا دور اون رو گردش میکنیم. حتما از سوهان نازک استفاده بکنید که بتونید توی قسمت های نقاط خروج هم کار بکنید و مواظب نقاط خروج هم باشید که آسیب خاصی نبینه و نازک نشه. همینجور که داخل ویدیو میبینید سوهانتون رو به صورت زاویه دار زیر ناخن میگیرید، گوشت زیر ناخن رو به سمت عقب هل میدید که یه وقت زخم نشه و اینکه بعدن کناره ها رو گرد میکنید، اون تیزی هایی که ایجاد میشه تا اون حالت گرد رو بگیره. باز هم دارم تاکید میکنم تو قسمت نقاط خروج، جایی که ناخن از گوشت خودش جدا میشه، مواظب باشید سوهانتون بیش از اندازه با فشار دست زیاد کشیده نشه و اونجا نازک نشه، چون باعث شکستگی از قسمت نقاط خروج میشه. برای مراجعه کننده هایی که ناخن‌های لوله‌ای طوری دارن، شما حتما و بهترین فرمی که میتونید استفاده بکنید فرم گرد هستش، چون فرم گرد مثل مربع یا حتی فرمای دیگه لبه های تیزی نداره و بعد از اینکه ناخن لوله میشه باعث نمیشه که مواد از روی اون جدا بشه.
ناخنی که داریم روش کار میکنیم جزو ناخنایی هستش که پوسته زیر اون یعنی هایپونیکیوم خیلی زیادی داره. شما باید توی قسمت سوهانکشی حواستون باشه که زخم یا حالا فشاری به گوشت زیر ناخنش ایجاد نشه، چون باعث خونریزی میشه. بعد از مرحله سوهان کشیدن هم میریم سراغ مرحله خط و خش انداختن و یه جورایی همون بسترسازی خودمون. شما میتونید با بافر، با سوهان دستی های نرم یا حتی سوهان زنباده‌ای یا کاغذی استفاده کنید و این مرحله رو انجام بدید. بعد از اینکه قسمت بسترسازی ما تموم شد و ما هیچ نوع سوهانکشی دیگه این نداشتیم، از کلینزر فومی یا فوم کلینزری استفاده میکنیم و دور تا دور ناخنمون زیر کوتیکول رو تمیز میکنیم تا بتونیم حالا از محلول دهیدراتور یا پرایمر یا حتی مواد گذاریامون رو کار بکنیم. این فوم کلینزری باعث میشه که توی قسمت ریشه شما تر و تمیز باشه و بعداً مواد شما و قسمت لاک زدن شما بسیار تمیز و قشنگ انجام بشه. بعد از زدن پرایمر میریم سراغ زدن ژل روی ناخنمون که به عنوان بیس استفاده میشه. یک لایه بیسمون رو روی ناخن به صورت مالشی میزنیم و میذاریم که 60 ثانیه کل ناخن‌ها و 60 به صورت جداگونه داخل دستگاه خشک بشه. تو این مرحله حواستون باشه بیس یا پرایمری که استفاده میکنید به پوست دور تا دور ناخن نخوره، چون که هر چقدر که شما تسلطتون روی مواد گذاری زیاد باشه، اگر پرایمر یا بیس به پوست دور ناخن اصابت بکنه باعث میشه که مواد شما لیز بخوره و به اون سمت شره بکنه. و بعدش هم میرسیم به قشنگترین مرحله‌ای که داره، مرحله مواد گذاری با رابر بیسمون. رابر بیس یه موادی هستش که بعد از سوهانکشی خاصی نمیخواد و کار کردن باش بسیار لذت بخشه. یه گوله از اون رو روی قسمت ایپکس ناخن میذاریم و اون رو پخشش میکنیم و بعد با یه قلم لاینر اون رو مرتبش میکنیم تا اون قوس یا حالا هموار بودنش روی ناخن ایجاد بشه. میتونید ناخن رو برگردونید و حالا با استفاده از جاذبه زمین یه مقداری قوس روی ناخن رو بیشتر بکنید و ناخنتون فانتزی تر و قشنگ تر بشه. و بعدش بیلیکمون رو چک میکنیم. بیلیک میشه بازتاب نور روی میز ما روی ناخن. بیلیک رو روی ناخن چک میکنیم که مرتب باشه و بعد میذاریم 60 ثانیه داخل دستگاه خشک بشه. کار کردن با رابر بیس یه قانونی که داره اینه که دونه بدون انگشت‌ها باید مواد گذاری و خشک بشن، چون ژل نرمی هستش و یه مقداری غلظت کمی داره و باعث میشه که اگر شما دونه دونه خشکش نکنین شره بکنه و کارتون رو خراب بکنه. ما اینجا از رنگ میلکی برند بیبی ژل داریم استفاده میکنیم. حالا یه تکنیک خیلی کوچولویی که هست، شما هر موقعی که داری از رنگ‌های خیلی روشنی استفاده میکنی مثل رنگ میلکی و اون قسمت شیری رنگ ناخن زیرش مشخص هستش، تنها راهش اینه که شما یک لایه ژل صورتی رنگی که یه مقدارم رنگ تندی داره زیر ناخن بزنید تا اون قسمت شیری رنگ ناخنتون دیگه پیدا نباشه و بتونید دیزاین‌های مختلفی روی ناخن اجرا بکنید. کار کردن با رابر بیس اینجوریه که سرعت عمل زیادی میخواد، چون که ژل شره میکنه. شما با یه دونه قلم لاینر خیلی راحت میتونی اون رو فرمش بدی و بعداً سری بذاری که خشک بشه. فقط چیزی که باید دقت بکنی این هستش که حجم موادی که روی ناخن میذاری رو کنترل بکنی تا بتونی راحت تر اون رو فرمش بدی.
دلیل این که یک لایه ژل رو زیر ناخن میزنیم و خشکش نمی کنیم و بعد موادمون رو میذاریم این هستش که زیر مواد ما یه حالت لیز و نرمی داشته باشه که راحت تر ژلمون بتونه حرکت کنه و راحت تر روی ناخن فرم بگیره. بعد از مرحله مواد گذاری اگر لاک ژل ما روی موادمون لیز خورد یا اینکه حالا درست زده نمیشد، نوچی موادمون رو میگیریم و شروع میکنیم به لاک ژل زدن. لاک ژلی که میخوایم استفاده کنیم رنگ سرمه‌ای هستش. سرمه‌ای همونجور که میبینید رده برس لاک ژل من روی رنگم میافته. پس کاری که میکنیم فشار دستمون رو روی برس بسیار کم میکنیم جوری که رد نندازه. اگر هم یه مقدار کمی رد انداخت با قلم لاینرمون شروع میکنیم به درست کردن اون رده هایی که هستش و بعدش یک لایه از بلومینگ ژلمون روی بقیه ناخن ها اجرا میکنیم چون که میخوایم طرح ماربل کار بکنیم. بلومینگ ژل جلی هستش که شما هر طرحی که روی اون بکشی باعث میشه اون طرح باز بشه و یه جورایی یه ژل لیزی هستش. اون طرح رو حالت ابر و بادی بهش میده و اون رنگی که روش زده میشه رو بازش میکنه. فقط تنها نکته‌ای که داره شما وقتی که بلومینگ ژل رو اجرا میکنین نباید خشکش کنی و مستقیما روی اون طرحتون رو اجرا میکنی. چند ثانیه صبر میکنی طرح از همدیگه باز بشه، اونجوری که میخوای طرح ماربل رو رنگاش مشخص بشه از هم باز بشه و بعداً میذاری که خشک بشه. ما اینجا بلومینگ رو زدیم، خشکش نکردیم، با قلم ترکیب رنگ سرمه‌ای و سفیدی که میخوایم طرح ماربل اجرا بشه رو روی ناخنمون اجرا کردیم، یه مقداری بهش فرم دادیم تا اونی که میخوایم بشه و بعداً گذاشتیم چند ثانیه بمونه تا بقیه طرحمون رو روی بقیه ناخن‌ها بکشیم و همه رو با هم دیگه خشکش بکنیم. شما هر چقدر که به بلومینگ ژل زمان بدی طرح رو از هم دیگه باز و بازتر میکنه. بعدش 60 ثانیه میذاریم داخل دستگاه خشک بشه، بلومینگ و طرحمون خشک بشه و ورق طلا رو اجرا میکنیم. ورق طلا رو به قسمت‌های کوچیک کوچیک تقسیم میکنیم و اون رو روی ناخن قرار میدیم. ورق طلا با گرمای دستمون هستش که روی ناخن فیکس میشه و تنها نکته‌ای که داره اینه که نباید بذارید جایی برجستگی از ورق طلا باقی بمونه. کاملا باید روی ناخن چسبیده بشه و بعدش هم تاپ ژل روی اون اجرا میشه.